بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر همه مستمعین و بینندگان محترم. امیدوارم خدای متعال برای همه توفیق آشنایی و عمل به معارف اسلام و قرآن را عنایت و مرحمت نماید. ثانیاً مطالبی که میخواهم تقدیم کنم پیرامون پرهیز از وعده دروغ می باشد. همچنانی که دوستان استحضار دارند و می دانند در هفته های قبل و در جلسات گذشته یادآوری شد که خدای متعال اوامر و نواهی که دارد و خصوصا هشدارهای مهمی که در قرآن کریم تبیین کرده است برای رساندن بشریت به کمال و سعادت است که برخی از هشدارهای مهم قرآنی در جلسات قبل یادآوری شد. یکی از هشدارهای قرآنی که مورد توجه است مسئله پرهیز از وعده دروغ و مسئله پرهیز از ایراد سخنان است که به آن سخنان جامعه عمل پوشانده نمی شود. خدای متعال در آیات اول و آیات دوم و سوم سوره مبارکه صف می فرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدای متعال می فرماید که ای مؤمنان چرا حرف را که به آن عمل نمی کنید و جامعه عمل نمی پوشانید اون حرف را می گویید؟ چرا وعده هایی می دهید که به اون وعده ها عمل نمی کنید؟ بعد در آیه سوم خدای متعال تأکید می کند و دارد می فرماید که اینه که کسی چیز را می گوید و بعد عمل نمی کند کبر مقتا، این به شدت موجب خشم پروردگار عالم است که در اجتماع و در میان بندگان خدای متعال سخنان گفته شود، وعده های داده شود که با آن وعده ها عمل نشود. در این آیه مبارکه دوم و سوم سوره مبارکه صف چند نکته قابل توجه است. نکته اول شأن نزول این آیات هست که این آیات را گفتن در زمانی که مسلمانان از جنگ بدر خلاص شده بودند و ثواب و پاداشی از جانب پیغمبر تبیین شد برای صحابه و برای مجاهدین صدر اسلام. وقتی که این ثوابها تبیین شد عده‌ای تصمیم گرفتند که در آینده خوب بدرخشند و در آینده مجاهدت خوبی را انجام بدهند و بعد تصمیم گرفتند که در جنگ احد و در جنگ بعدی بهترین جهاد انجام بدهند و بعد این آیات سوره مبارکه صف نازل شد و هشدار داد که وقتی به چیزی عمل نمی کنید و حرفتان عمل نمی کنید چرا همچون حرفهای را اول میزنید و چرا همچون وعده های را میدهید. و همه دوستان میدانند که شأن نزول آیات قرآن کریم دلیلی برای محدودیت نیست بلکه عمومیت دارد و این تنها شامل اون عده‌ای که
این وعده ها رو در صدر اسلام دادن و عمل نکردن، تنها شامل آنها نمی شود، بلکه عمومیت دارد و شامل همه بندگان خدای متعال در تمام اعصار و در تمام زمانها می شود. در تنها اختصاص به جنگ هم ندارد، در هر وعده و در هر حرفی که گفته می شود باید عمل شود و جامعه عمل پوشانده شود. این نکته اول. اما نکته دومی که در اینجا قابل یادآوری است، کلام است که منقول است از مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه. ایشان فرمود دو جمله هست اینجا. جمله اول این که کسی سخنی را میگوید و نخواهد به آن عمل کرد، این با این سخنی که کسی کاری را وعده می کند اما انجام نمیدهد تفاوت دارد. اون اولی این است که به این معنا از اول شخص سخنی میگوید و در ته دلش تصمیمش این است که به آن عمل نکند. این را علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگوید این نشانه نفاق است، این علامت منافقت انسان است که کسی وعده میکند اما در واقع به آن عمل نمی کند و در ته دلش مصمم است به آن عمل نکند. این منافقت است و مذمت شده. اما اینی که کسی کاری را میگوید اما انجام نمیدهد، این را مرحوم علامه طباطبایی فرموده است که این از نوع ضعف اراده است که از اول حرف را میگوید و مصمم هم هست که اون را انجام بده، ولی بر اثر ضعف اراده و بر اثر ضعف تحرک اون را جامعه عمل نمی پوشاند و این می شود از قبیل ضعف اراده. پس ما دو نوع وعده داریم، دو نوع سخن گفتن داریم. یک بار کسی از اول سخن را که می گوید به خاطر روی درباستی که وجود دارد با آن حرف جامعه عمل نمی پوشاند اما می گوید وعده می دهد. این منافقت است و بسیار مذمت شده که روابط اجتماعی را که به هم میزند همین مسئله منافقت و دورویی است. اما دومش هم مذمت شده که انسان‌ها و خصوصا مسلمانان، خصوصا مؤمنان اراده قوی داشته باشند برای انجام امورات خیریه. نکته سومی که در این آیه قابل یادآوری است مسئله تعریف منافقت است که منافق به چه کسی گفته می شود و منافقت چیست؟ گفتند که زبان با دل همراه است. اگر چنانچه زبان انسان با دل انسان همراه نباشد، همسو نباشد، به این گفته می شود منافقت که زبان انسان چیزی می گوید اما دل انسان چیز دیگری می خواهد. مثل برخی که در بعضی از جوامع دیده می شوند متاسفانه در پیشرو چیزی می گویند اما پشت سر چیز دیگری می گویند، یا اینی که در داخل جلسه چیزی می گویند اما بیرون جلسه چیز دیگری می گویند، یا اینی که با زبانش چیزی می گویند اما عملش آن را تأیید نمی کند. پس بنابراین این می شود منافقت و منافقت چیزی است که پیامدهای بدی در اجتماع دارد. یکی از پیامدهای بسیار زشتی که در میان جامعه دارد این است که پیکر مسلمانان و جامعه مسلمان ضربه وافری از لحاظ اعتماد می‌بیند. دیگر کم کم وقتی دوری ها زیاد شوند مردم و مسلمانان به همدیگر نمیتوانند که اعتماد بکنند و میفهمند که این حرفی که در روی جلسه و در داخل جلسه گفته می شود به این عمل نمی شوند. فلذا تأکید قرآن کریم با لحن سرزنش هم هست این را تبیین می کند که همه بندگان خدا و خصوصا مسلمانان و مؤمنان که این آیه هم مربوط به مؤمنان هست. قبلا هم یادآوری کردیم جالبی اینجاست که آیات قرآن بیشتر در این هشدارها مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد که این علامت تأکید است. یک زمانی گوینده و متکلم گروه خاص را یا شخص خاص را مورد
خطاب قرار میدهد یعنی تأکید را میرساند و اینی که قرآن کریم به مؤمنان این دستورات رو میدهند به معنای تأکید است که سزاوار است و مورد سفارش است که مؤمنان و مسلمانان نسبت به این هشدارها هوشیار باشند. نکته چهارمی که یادآوری می شود نسبت به اون آیه مذمومیت عالمان بدون عمل است. این مسئله از اهم مسائل است که حتی روایت منقول است از امام جعفر الصادق کشاف الحقائق و رئیس المذاهب امام صادق علیه السلام حضرت فرمود من لم یصدق قوله فعله فلیس بعالم. دارد کسی که سخنش عملش را بلکه عملش سخنش را تأیید و تصدیق نکند فلیس بعالم، این انسان عالم نیست. این نکته را خدمت مستمعین گرامی و بینندگان محترم و دوستان عزیز یادآوری بکنم که عالم تنها اختصاص به این ندارد که کسی دانشگاه رفته باشد، کسی مکتب رفته باشد، کسی داخل حوزه و مدرسه باشد به اینها عالم گفته می شوند، بلکه عالم و کسی گفته می شود به هر انسانی که او آگاهی نسبت به آن مسئله داشته باشد، نسبت به آن حکم داشته باشد، به آن عالم گفته می شود. حالا فرقی نمی کند چه این که عمامه داشته باشد یا نداشته باشد، چه این که حوزه رفته باشد نرفته باشد، دانشگاه رفته باشد یا نرفته باشد، اینها مهم نیست. مهم این است که نسبت به آن مسئله از طریق شنیدن یا از طریق خواندن و از هر طریقی که آگاه شده باشد این عالم گفته می شوند که نسبت به اون مسئله‌ای که آگاهی دارد باید عمل بکند و طبق همان مسئله باید انجام بدهد. و اینی که متاسفانه در برخی از جوامع بعضی از مسائل نه بلکه اکثر مسائل مربوط به علما شدند، کسانی که عمامه دارند و عبا دارند به اینها بیشتر تاکید میکنن و همه چیز رو اختصاص میدهند، مسجد رو اختصاص میدهند و قرآن خواندن رو اختصاص میدهند که اینها سزاوارن عمل بکنن. ممکن است که از باب سزاواری حرف درستی باشد، اما یعنی که همه عمل کردنی به دین مقدس اسلام، عمل کردنی به دستورات اسلام مختص به اینها بکنند و دیگران خود را بریء بدانند از مسئله عمل کردن به دستورات دین مقدس اسلام، این کار شایسته ای نیست، بلکه هر کسی که مسائل را میداند با آن عالم است و روز قیامت اگر عمل نکند جزایشان هم جزای عالم داده می شود. و لذا همه متوجه این نکته و این مسئله باشد که مسئله عالم بودن هم عمومیت دارد. پس بنابراین از این آیه قرآن کریم این نکته استفاده می شود که عالمان بدون عمل مذمت شده و مذمومیت دارند که عالم باشند اما به علمشان عمل نکنند. نکته پنجمی که عرض بکنم سرنوشت ملت بدون عمل است که این را از زبان یک شاعر مضمون شعرش را یاد آوری بکنم. یکی از شاعران متبحر و متخصص و اهل ذوق و سلیقه نکته جالب دارد در شعرش. میگوید یک روز بلبل با باز صحبت‌هایی داشتند، از جمله بلبل به باز دلت بخواهد پرواز میکنی، هر جا تفریح میروی، هر کاری بخواهی انجام میدهی، هر گونه شکاری را دلت بخواهد داری به دست میآوری. اما من بلبل با اینی که خوش آوازم، همیشه آواز میخوانم، آواز خوبی هم دارم و همچنان قیافه خوبی دارم، ولی در عین حال من همیشه در قفسم، همیشه زندانیم، همیشه اسیر دشمنانم. سر و
لم و فلسفه این چیست؟ میگوید که باز جواب داد به این بلبل، گفت دلیلش این است که تو همیشه میخوانی اما عمل نمی کنی، ولی من بدون گفتن عمل میکنم. بدون اینی که چیز را بگویم دارم شکارم را دنبال میکنم. پس بنابراین از این داستانی که این شاعر تبیین میکند در قالب باز و بلبل، این نکته را به همه مردم، به همه ملت ها، خصوصا ملت مؤمن و ملت مسلمان در هر جای دنیا و در هر نقطه دنیا که باشد این را میرساند که حرف ها کمتر باشند اما عمل ها بیشتر باشند، وعده ها کمتر باشند اما عمل ها بیشتر باشند. ملتی که حرف هایش زیادند، سر و صداهایشان زیادند اما جامعه عمل نمی پوشاند، اینها بالاخره اسیر دشمن خواهند شد. جوانی که تبلیغاتش زیاد است اما عمل نمی کند، اهل کار نیست، اهل عمل نیست، این جوان و این نوجوان بالاخره ناکام میماند. و عالمی که سر و صدایش زیاد باشد اما عملش کم باشد، همچنان یک روز به شکست مواجه می شود. و هر مؤمن و هر بنده خدایی که اینچنین عملگرا نباشند، اینها بالاخره یک روز سست خواهند شد و یک روز شکست خواهند خورد. پس از این آیه قرآن کریم، آیه دوم و سوم سوره مبارکه صف، این نکته هم قابل استفاده است که انسان تا میتواند عملگرا باشند و خصوصا مسلمانان در هر نقطه دنیا که هستند تلاش بکنند که حرفهایی را که میگویند، وعده هایی که میدن، چه برای خانواده، چه برای همسایه، چه برای اقارب و فامیل، چه برای دیگران، برای همکارانشان، برای دوستانشان و برای عامه مردم به آن جامعه عمل بپوشانند، وگرنه اسیر یا دشمن فیزیکی میشوند یا اسیر دشمنی مثل شیطان و هوای نفس خواهند شد. این هم نکته پنجم. نکته ششم را که یاد آوری بکنم مذمومیت دروغ و وعده دروغ است. خدای متعال اینی که با سرزنش هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنان، ای بندگان خدا، ای مسلمانان و متدینان به دین اسلام، چرا حرف را که به آن عمل نمی کنید میگویید؟ این نکته را میرساند که انسان نباید دروغ بگوید. وقتی انسان حرف میزند و از اول هم تصمیم دارد به آن عمل نکند، یعنی برای دروغ گفتن دارد. و دروغ گفتن مذمت هم شده در لسان آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، مذمت شده و عمل قبیح شمرده شده. و این دروغ گفتن آثاری هم دارد. اینها را همه میدانند مسئله دروغ گفتن بد است. خوب است که من این نکته را یادآوری بکنم. شاید در ذهن بعضی از دوستان و مستمعین گرامی باشند که اینها برخی از مسائل هستند که بارها توسط وعاظ، توسط مبلغان محترم گفته شده است. اما خوب است من کلام را نقل بکنم از حضرت آیت الله العظمای جوادی آمولی حفظه الله. ایشان فرمود مطالب اخلاقی مثل مطالب علمی نیست. مطالب علمی طوری است که یک بار وقت انسان شنید، در بار دوم و سوم تکراری محسوب می شوند. اما مطالب اخلاقی طوری است که هر باری که گفته شود باز هم تازگی دارد، هر باری که گفته شود باز هم مؤثر است، هم برای خود گوینده و هم برای شنونده و خصوصا برای شنوندگان تأثیر عجیبی دارد که روز امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به غلامش قنبر فرمود اذن یا قنبر، علی کجا و قنبر کجا؟ اما یک روز امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اذن یا قنبر، ای قنبر من علی را موعظه کن. عرض کرد مولا جان، آقا جان، شما کجا؟ من قنبر غلام شما کجا؟ من بیایم شما را موعظه کنم. ولی امیرالمؤمنین نکته جالب فرمود. حضرت فرمود که در شنیدن موعظه تأثیر است که گفتن آن ندارد، ولی لذا این هم پیامش و حرفش برای
همه آحاد جامعه، برای همه بندگان خدا و برای همه مؤمنان، اعم از زن و مرد، اعم از پیر و جوان، این است که هیچ کسی خود را از شنیدن موعظه، از شنیدن نصیحت و شنیدن مسائل اخلاقی بی‌نیاز نداند، بلکه اگر چنانچه دست بنده خدا مثل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هم باشد، نیاز به شنیدن موعظه قنبر دارد، چه رسد به افراد غیر معصوم. و در قسمت آثار بد دروغ عرض بکنم، دروغ گفتن هم در دنیا اثری منفی دارد، هم در آخرت. یعنی که در آخرت اثری منفی دارد، اثرش این است که دچار عذاب میکند انسان را، دچار آتش میکند و یقینا عالم برزخ و عالم قیامت و عذاب قیامت هم آمدنی است، که ما این که خیلی ها رفتن مردن، همچنان که مرگ حق است، دوباره زنده شدن در عالم برزخ و در عالم قیامت هم حق است. یک روزی به این مسائل میرسد انسان. و اثری که در دنیا دارد مسئله دروغ گفتن این است که انسان رو به اعتماد میکند. مسئله چوپانی دروغگو رو شاید خیلی ها شنیده باشند، اما شاید عده‌ای از جوانان و نوجوانانی باشند که اینها نشنیده باشند. چوپانی بودن، چوپانی میکرد، گله ها رو میبردن در صحرا و بیابان میچراندن، بعد روزی بدون اینی که واقعیت داشته باشند صدا میکنن مردم بیایین که گروه ها آمد گله ها رو میدرد، ولی مردم وقتی آمدن دیدن خبری نیست. روز دوم هم همینطور، تا اینه که در یک روزی، حالا روز سوم بوده یا روز چهارم یا کمتر و بیشتر، یک روز اتفاقا این گرگ آمدن و گله ها را میدریدن. هرچی سر و صدا کردن مردم بیاین به سمت صحرا که این گله های شما را گرگ میدرد، ولی هیچ کس لبیک نگفتن، هیچ کس جواب این چوپان را مثبت ندادن. چرا؟ به دلیل اینکه این چوپان دروغ گفتن و سبب به اعتمادی شدن و مردم دیگر اعتماد نکردن. پس بنابراین در جامعه هرچی مسئله دروغگویی بیشتر شود، وعده های دروغین بیشتر شوند، چی از جانب بزرگان، چی از جانب کسانی که سنشان کمترند، چی از جوان، چی از پیر، چی از هر کسی باشند، در طبقات مختلفی هم که وجود داشته باشند، سبب می شوند که این روابط اجتماعی به هم بخورد و این اعتمادهایی که وجود دارد اینها به هم بخورند. در همینجا مطالب را خلاصه کنم. خلاصه مطالب این شد که قرآن کریم و خدای متعال در قرآن کریم هشدارهایی که داده است و اوامری که داده برای رساندن بشریت به کمال است، برای اینکه بنی آدم، فرزندان آدم، به کمال و سعادت و خوشبختی و موفقیت برسد، که برخی از اون هشدارهای قرآنی تبیین شد. و در این جلسه هم مسئله پرهیز از وعده دروغ و مسئله پرهیز از سخنی بود که بدون عمل است و جامعه عمل به آن پوشانده نمی شود. این گونه سخنانی که جامعه عمل پوشانده نمی شود در میان جامعه نباید گفته شود که سبب به اعتمادی ها می شود. والحمد لله رب العالمین. جهت قبولی طاعات و عبادات، برآمدن حاجات، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد